یادتون نره حتما پادکست رو از اپیزود اول گوش کنید، چون تمامی اپیزودها به هم مرتبطه. درود، من محمدم و این دومین اپیزود از پادکست رازهای تاریکه که در آخرین روز خرداد ماه 1403 منتشر میشه. پادکستی که من در هر فصل اون یک داستان جنایی بر مبنای واقعیت رو به نقل از یک رسانه معتبر براتون تعریف میکنم. اپیزودها هر هفته روزهای پنجشنبه منتشر میشه. بهتره محتوای هیچ یک از اپیزودهای ما رو بچه‌ها نشنون. فصل اول پادکست، چگونه یک قاتل بسازیم. اپیزود دوم، اتهام و دوباره اتهام. بعد از اینکه استیون از زندان آزاد شد و معلوم شد که بیگناه بوده، استیون یه آدم معروف شد، جوری که فرماندار ایالت، نمایندگان مجلس و خیلی از افراد مهم دعوتش میکردن تا بیاد و اتفاقی که براش افتاده رو تعریف کنه و باهاشون عکس بگیره. بعدش به بهانه ظلمی که به استیون شده بود گروهی تشکیل میشه تا اصلاحاتی توی قانون ایجاد کنن تا دوباره آدم بیگناهی به این بلا دچار نشه. همچنین این که استیون ایوری $450,000 بابت به اشتباه زندانی شدنش غرامت دریافت کنه، خارج از این که خودش پیگیری کنه یا نه. استیون حتی وقتی پنی رو میبینه اونو بغل میکنه و بهش میگه من کاملا بخشیدمت و میدونم از کلانتر و مأموراش بازی خوردی. اما وقتی یه گزارشگر ازش میپرسه که میتونی آدمایی که این کارو باهات کردن ببخشی، میگه فکر نکنم. استیون شکایتشو پیگیری میکنه و تشکیل پرونده شروع میشه. مهمترین کمکی که به تشکیل این پرونده میشه گزارشاتیه که تحقیقات 90 روزه دفتر دادستانی انجام داده بود. آره، در نهایت هیچکی متهم نشد، اما توی گزارشات مدارک زیادی بود. اما بین اون گزارشات یه مدرک عجیبی پیدا میشه که چند نفر دیگر رو هم به لیست متهمو اضافه میکنه. داستان از این قراره که سال 1995، یعنی وقتی که استیون کمتر از 10 سال توی زندان بود، یک کاراگاه از شهر مجاور منیتواک با سرگروبان کولبرن تماس میگیره و میگه که ما یه مرد رو بازداشت کردیم. خودش اعتراف کرده که چند سال پیش توی منیتواک به یه زن حمله کرده و اینکه الان فرد دیگه‌ای رو به اشتباه گرفتین و اون توی زندانه. مگه چند نفر توی منیتواک به یه زن حمله کردن؟ جمعیت منیتواک 2010 80,000 تا بوده که 1995 به مراتب کمتر. مگه چند نفر توی اون بازه زمانی همچین جرمی انجام دادن و چند نفر از اونا همچنان زندان هستن؟ مدرک مهمی بوده و اینکه حداقل یکی باید چک می‌کرده این قضیه رو. اما جالبه بدونید که این مأمور هیچ گزارشی نمی‌نویسه. البته می‌نویسه ها، اما بعد از 8 سال و اندی. اونم به پیشنهاد موفوقش سوتوان لنگ. در واقع فردای روزی که استیون از زندان آزاد شد اون گزارش هم نوشته شد. اما چرا این گزارش رو همون موقع ننوشت و گذاشته فردای آزادی استیون این کارو کرده؟ وکیل استیون معتقده که دلیلش اینه که فهمیدن چه گند بزرگی زدن و خواستن یه جوری جمعش کنن. در واقع این عمل میشه عدم ارائه مدرک که جرم بزرگیه و میتونه جلوگیری از اجرای عدالت تلقی بشه. البته سرگروبان به سوتوان لنگ و معاون کلانتر در مورد این تماس میگه، اما کلانتر میگه که ما فرد گناهکار رو گرفتیم، به خودت زحمت نده و آدم بیگناهی توی زندان نیست. Manitowoc County and the sheriff and the district attorney are arguably covered by insurance policies, and there's a good half dozen insurance policies. However, the insurers have taken the position that because of the nature of the allegations against the county, the sheriff, and the DA, the policies do not cover.
which would mean that Manitowoc County itself and the sheriff and the DA would be on the hook for those damages in that civil suit. تا اینجا اتفاقی که افتاده اینه. افراد مهم شهر منیتواک، کلانتری و دادستانی همه تحت فشار شدیدی هستند و میدونن ممکنه به جرایمی محکوم بشن که علاوه بر رفتن آبروشون زمان زیادی هم آبخنک بخورن و حتی جریمه نقدی بشن که هر کدوم از این افراد تحت نوع پوشش بیمه مختلفی هستند که یعنی اگر این افراد محکوم بشن جریمه رو شرکت بیمه اونا باید پرداخت کنه، اما بیمه که هیچ جای دنیا پول بده نیست. شرکت‌های بیمه اعلام کرده بودن که به دلیل ماهیت جرم انجام شده افراد و ادارهشون باید خودشون این مبلغ رو پرداخت کنن و این گونه جرایم شامل بیمه نمیشه. معلومه که 2 تا 18 میلیون دلار مبلغ خیلی بالاییه و شرکت‌های بیمه هم وحشت میکنن. همه چیز داره بر وفق مراد استیون پیش میره و فقط چند روز مونده تا کلانتر و دادستان بیان و اظهاریه‌هاشون رو بدن که یک زن گزارشگر ماشین به نام تریسا آلوا گم میشه و قبل از گم شدنش 3 جا رفته بوده که یکیش گاراژ ماشین خانواده ایوری بوده و از اون مدت به بعد هیچ خبری ازش نمیشه. نه ماشینش پیدا میشه، نه با کارت اعتباریش خریدی شده، نه چیز دیگه ای. نکته کلیدی که میتونه به پلیسا کمک کنه تا ترسا رو زنده و یا مرده پیدا کنن، پیدا کردن ماشینشه که چند روز بعد یه تیم جستجو تشکیل میشه تا دنبالش بگردن. تا 5 روز هیچ خبری نمیشه که هر روز که میگذره احتمال زنده بودن و زنده پیدا کردنش هم کمتر میشه. بعد از 5 روز از گم شدن تریسا، یکی از اعضای گروهی که توسط برادرش تشکیل شده بوده و مناطق مختلفی رو میگشتن یه ماشین میبینه و شک میکنه که شاید ماشین تریسا باشه و برمیگرده و نگاش میکنه و میگه آره احتمالاً خودشه. بعد به پلیس خبر میده. مأمور هم ازش میخواد که بگه کجا پیداش کرده و به هیچ عنوان داخل ماشین نره و نزدیک ماشین نشه و اون میگه گاراژ خانواده ایوری. استیون و خانواده‌اش رفته بودن تفریح و مأمورا کل گاراژ رو تحت نظارت گرفته بودن و اجازه ورود هم به هیچکی نمیدادن. نه 1 روز، نه 2 روز، بلکه 8 روز. خانواده ایوری مجبور بودن جای دیگه‌ای بمونن. توی این مدت استیون چند تا مصاحبه میکنه و میگه که میترسم که بخوان دوباره برام پاپوش درست کنن و شبا خوابم نمیبره و وقتی هم میبره خواب میبینم که مأمورا میریزن توی خونم و منو بازداشت میکنن و میگه که کار خیلی راحتیه که توی این مدتی که اونا کل خونه منو زیر و رو میکنن و هیچکی هم اجازه ورود نداره یه مدرکی رو توی اون فضای بزرگ جاسازی کنن. البته مأمورای قضایی و دولتی کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنن و اعلام میکنن که از کلانتری و دادستانی شهر منیتواک هیچکی قرار نیست دخالت کنه و دادستان، قاضی و نیروهای اجرایی از شهر کالموت ویسکانسین این پرونده رو پیگیری میکنن و فقط تنها وظیفه‌ای که بهشون میدیم اینه که منابع و امکانات لازمه رو در اختیار بقیه بذارن. در نهایت پرونده گم شدن ترسا تبدیل به پرونده قتل میشه و طی کنفرانس مطبوعاتی کلانتر شهر کالموت اعلام میکنه که اثراتی از جسد یک آدمی که سوزانده شده در املاک ایوری پیدا شده و کلید ماشین مقتول هم توی اتاق خواب استیون دیده شده. همچنین تأکید میکنه کلانتری منیتواک توی هیچ مرحله‌ای از تحقیقات اجرایی هیچ نقشی نداشته به جز در اختیار قرار دادن منابع و امکانات لازمه. در آخر هم اعلام میکنه که میدونه استیون کجاست اما نمیتونه اعلام کنه. و استیون کجا بوده؟ تحت بازداشت و بازجویی و این بار هم اجازه نمیدن که وکیلش در حین بازجویی کنارش باشه. طی کنفرانس مطبوعاتی بعدی کرتس اعلام میکنه که هیچ گونه دستکاری توی مدارک انجام نشده و دی ان ای استیون روی کلید ماشین و داخل ماشین مقتول و همچنین دی ان ای مقتول توی خونه استیون پیدا شده
بنابراین به نظرم میدونم کی قاتل ترسا بوده. دوباره استیون متهم میشه، اما این بار اتهامی شدیدتر، قتل یه زن و جوی که یکهو اونو از یک قربانی به یک قاتل بی‌رحم تبدیل میکنه و این بار مدارک زیادی علیهش موجوده. به هر حال در 6 دسامبر 2006 دادگاه مقدماتی استیون برگزار شد و تعیین شد باید دادگاه ادامه پیدا کنه. دادگاه مقدماتی وثیقه رو $500,000 تعیین میکنه. اما استیون پولش کجا بود؟ حتی پول نداره وکیل خوبی بگیره و وکیل تسخیری ازش توی دادگاه مقدماتی دفاع میکنه. اون $450,000 هم هنوز به استیون داده نشده، احتمالاً دیگه داده نشه و دادگاه شکایت استیون برای دریافت غرامت هم رد کرده. اما یه مدت بعد یه مسئله‌ای توجه ها رو به خودش جلب کرد. دست کلید پیدا شده توی اتاق خواب استیون چرا بار اول که میگشتن پیدا نشد و بار دومی پیدا شد که سرگروبان کولبرن و ستوان لنگ مافوقش حضور داشتن. سرگروبان کولبرن همون فردی که گزارش رو ننوشته بود، همون گزارشی که ممکن بود استیون رو 10 دهه زودتر آزاد کنه. بار دومی که کلید پیدا شد، دمپایی که در اتاق استیون بوده هم جابجا شده بود. و اما نکته مهمتر، مگه قرار نبود کلانتری منیتواک هیچ دخالتی توی این تحقیقات نداشته باشه؟ این 2 نفر چرا اونجا بودن؟ کلید هم دقیقاً روی زمین پیدا میشه، جایی که آدم کور هم اونو میدید و امکان نداشت بار اول دیده نشه. جو که تغییر کرد، تعداد زیادی از رسانه‌ها و خیلی از مردم حالا فکر میکنن که استیون گناهکاره و حتی آدمایی شروع به نوشتن نامه میکنن. نامه‌های تهدیدآمیز، پر از فحاشی و غیره به خانواده استیون. البته نه همه مردم، بعضی از افراد نظری کاملا متفاوت داشتن. تئوری یکی این بود که شهر منیتواک شهر کوچیکیه و توانایی پرداخت همچین غرامتی رو نداشته. بنابراین به هر طریقی که بوده برای استیون پاپوش دوختن. یا این که چرا کلانتری منیتواک که قرار بود توی تحقیقات نقشی نداشته باشه حضور فعال داشتن. یه چند روز که از دادگاه مقدماتی میگذره، شهرداری و استیون به توافق میرسن که استیون $400,000، وکلاش $160,000 غرامت بگیرن و بیخیال شکایت بشن. توافقی که استیون مجبور شد قبول کنه و به خاطر بیپولی به اون تن بده تا بتونه برای پرونده جدیدش وکیل بگیره و با پیشنهاد وکیل مدنی خودش 2 وکیل جنایی میگیره، دین و جری. دین آدمیه که میشه گفت مامورای کلانتری یه جورایی ازش وحشت دارن. هر 2 وکیل توی دهه 4 زندگیشونن. هر 2 تجربه کاری خوب و موفقی داشتن و از همه مهمتر هر 2 به بیگناهی استیون ایمان دارن. سناریویی که این 2 نفر بهش رسیدن اینه که استیون ایوری پدر کلانتری رو در آورده بوده و ازشون شکایت کرده. محبوب رسانه‌ها و افراد قدرتمند شده. ناگهان استیون تبدیل میشه به آخرین فردی که با یک فرد گم شده و به احتمال زیاد کشته شده صحبت کرده. و پیش داوری مامورا اینه که آره کار خودشه. بیایید کاری کنیم که حتما محکوم بشه. برای همین برای اطمینان وقتی ماشین رو پیدا کردن گذاشتن توی پارکینگ خانواده ایوری و مدارک رو تا جایی که تونستن جاسازی کردن. حالا استیون شانس بهتری برای تبرئه شدن داره. اما با گذشت چند روز و رسیدن ماه نوامبر اتفاق دیگه‌ای میفته که شانس استیون رو از قبل هم کمتر میکنه. اعتراف خواهرزاده استیون، برندون دسی، به کشتن ترسا، مقتول پرونده که همراه دایش استیون این کارو کرده. اعترافی که خواهر استیون رو شدیداً تحت تأثیر قرار میده و توی رسانه‌ها رو به استیون میگه استیون ازت متنفرم. امیدوارم که تو جهنم بسوزی به خاطر کاری که با پسرم کردی. A major break in this case tonight as authorities plan to charge that 16-year-old boy. Tonight we did speak with the mother of this 16-year-old. This is what she had to say. Steven, I know you're going to be watching this, but you know, I hate you.
for what you did to my kid. All right? So you can rot in hell. دادستان جنایت رو اینجور تعریف میکنه. ساعت 15:45 برندون به خونه برمیگشته که چند نامه رو توی صندوق میبینه. متوجه میشه یکی از این نامه ها مربوط به داییش استیونه. بعد برندون میره به طرف خونه استیون که چند دقیقه‌ای پیاده تا اونجا فاصله داره. توی راه صدای جیغ میشنوه. جیغ یه زن. هر لحظه که به خونه استیون نزدیکتر میشه صدای جیغ و فریاد هم بلندتر میشه. تا اینکه به خونه داییش میرسه. و وقتی در میزنه دایی خودش رو میبینه که عرق کنان در رو باز میکنه و بهش میگه بیا تو. میره داخل و وارد اتاق خواب میشه که میبینه ترسا لخت به تخت بسته شده و استیون ازش میخواد که بهش تجاوز کنه. برندون در حالی که ترسا ازش خواهش میکرده و بهش میگفته میتونی جلوی این کارو بگیری، به کار خودش ادامه میده. در حالی که برندون تحت نفوذ داییش استیونه، استیون ازش میخواد که گلوی ترسا رو با چاقو ببره و اون هم این کارو میکنه. اما هنوز ترسا نمرده و آروم آروم جون میده. بعدش اونو کشون کشون میبرن و میندازن توی بشکه. و بهش شلیک میکنن. و بعد هم اونو آتیش میزنن. این جزئیاتیه که برندون خواهرزاده استیون بهش اعتراف کرده. سناریوی دادستان خارج از این که حقیقت داره یا نه بیش از حد دراماتیک و سینماییه. دادگاه قرار وثیقه $250,000 برای برندون تعیین میکنه. وکیل برندون هم از پرونده کناره‌گیری میکنه چون که از اقوام دور قربانی بوده. بعد از دادگاه خواهر استیون یا همون مادر برندون تلفنی با استیون حرف میزدن که فایل مکالمه هم موجوده و بهش میگه $100,000 بهم بده تا برای برندون وکیل بگیرم. همچنین به استیون میگه که همه اینها تقصیر توئه و برندون کاری رو کرده که هیچ وقت اگر تو نبودی انجام نمیداد. تو بهش گفتی. تو اونو با خودت همراه کردی. اما اینجا استیون میگه که من کاری نکردم. خواهرش میگه چجوری کاری نکردی؟ برندون اعتراف کرده. استیون میگه من همچین کاری نکردم. خواهرش میگه برندون مرض داره همچین حرفی بزنه. استیون میگه که من نمیدونم. این چیزیه که تو باید بفهمی. برندون هیچ نامه‌ای نیاورد. ما پیش هم بودیم. آتیش روشن کردیم. میگفتیم و میخندیدیم. 9 شب هم برندون برگشت خونه. چون ساعت 9 قرار بود جودی از زندان زنگ بزنه و من رفتم خونه تا با جودی حرف بزنم. جودی 7 ماه پیش به خاطر رانندگی در مستی زندانی شده بود. در مورد پول هم استیون یا نداره یا به هر حال به خواهرش پولی نمیده. مادر برندون میره زندان و باهاش حرف میزنه، جایی که تازه متوجه میشه قضیه از چه قراره. برندون 4 ماه پیش اولین اظهاراتش رو به مأمورا میگه که هرگز مقتول رو ندیده، اما بعد از اون دائما ازش بازجویی میشده و تحت فشار مجبورش کردن که به حرفای اعتراف کنه که خودشون میخواستن یا به عبارتی نیاز داشتن که اعتراف کنه. توجه داشته باشید که برندون فقط 16 سالشه. 17 مارس 2006 توی دادگاه استیون با توجه به اعترافات عجیب و غریب برندون چند اتهام دیگه به جز قتل به اتهامات استیون اضافه میشه. تجاوز جنسی، زندانی کردن قربانی و آدمربایی. با توجه به اتهامات جدید دادگاه قرار وثیقه رو $250,000 دیگه افزایش میده و حتی سند خونه رو هم به عنوان وثیقه نمیپذیره. با این اتفاقات خانواده ایوری هم اتحادشون از بین رفته. مادر استیون با مادر برندون یعنی دختر خودش دیگه حرف نمیزنه و حتی مأمورا هم با کاراشون قصد دارن که این جدایی رو بیشتر کنن. جودی نامزد استیون میگه زمانی که توی زندان بوده
مأمورای ویژه تحقیقات اومده بودن زندان و مدارکی رو بهش نشون دادن که مقتول چه جوری مرده و بهش گفتن ببین این کارو استیون با مقتول کرده. میخوای با همچین مردی زندگی کنی؟ و تمام تلاششون رو کرده بودن که جودی بیخیال استیون بشه و بذاره بره. این که میگم مأموران نیاز داشتن برندون حرفاشو عوض کنه به این دلیله که با توجه به اظهارات اولیه برندون نه تنها کاری نکرده بلکه یه شاهد بالقوه بوده که میتونسته شهادت بده توی اون بازه زمانی استیون هم جرمی مرتکب نشده. به عقیده جری وکیل استیون اونا لازم داشتن که برندون اظهاراتش رو تغییر بده و از اونجایی که فقط 16 سالشه و از هوش کمی برخورداره تا جایی که میشده تحت فشارش قرار دادن تا مجبور بشه اظهاراتش رو عوض کنه. بازجویی به این شکل بوده که 2 بازجو میرفتن مدرسه به برندون میگفتن که از مادرش اجازه گرفتن در حالی که اصلاً به مادرش خبر هم نداده بودن. و توی مدت 4 ماه از اولین اظهاراتش برندون 16 ساله تنها بدون حضور وکیل 4 بار تحت بازجویی شدید قرار میگیره. توی تمام مدت بازجویی برندون تمامی سوالا رو با 1 یا 2 کلمه جواب میده. نمیدونم، کار استیونه، آره، نه، این جور جوابا. توی بازجویی واضحه که برندون فقط میخواد هر چه زودتر تموم بشه تا بتونه زودتر بره و برای همین تلاش میکنه حرفایی که تو دهنش میذارن رو بگه که شاید با تایید بیخیال بشن و به هیچ وجه حالیش نیست که با تایید این حرفا داره به جرمی سنگین اعتراف میکنه و این واضحه چون به محض اعتراف به همکاری در قتل و تجاوز به بازجوها میگه که من قبل از ساعت 1:30 میتونم برم خونه. یا وقتی که آخر بازجویی مادرش که میاد کمی از وحشتش کم میشه بهش میگه من کاری نکردم و بازجوها منو مجبور کردن این حرفا رو بزنم. وقتی که من فیلم بازجویی رو دیدم واضح بود برام که برندون به شدت معذب و تحت فشاره و انگار 2 تا بازجو اونو کشوندن گوشه رینگو دارن ضربه پشت ضربه بهش وارد میکنن و برندون آماده تسلیم شدنه تا هرچه سریعتر این قضیه تموم بشه. ممنون که تا پایان این اپیزود هم منو همراهی کردید. یادتون نره ما رو در یوتیوب هم دنبال کنید. اونجا همین اپیزودها مصور شده در اختیارتون قرار گرفته. لینکش رو توی توضیحات گذاشتم. میتونید اونو کپی کنید یا کافیه به انگلیسی سرچ کنید رازهای تاریک. اگر پیشنهاد یا انتقادی هم دارید توی بخش کامنت ها بنویسید. حتما پاسخگو خواهم بود. باز هم ممنون که تا پایان منو همراهی کردید. شب و روزگارتون خوش.